السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته تا رنگین کمان به شما برنامه تر و تازه نوروز را هدیه می سازیم. اینک در دیار زیبا منظرمان نوروز خجسته پی فرا رسید و او هر یکی ما را به روز نو، طبیعت و زیبا و آسمان مصفا خیر و مقدم می گوید. ما در این روز می گوییم هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. نوروز همچون سر سال نو، ایامی برابر شدن شب و روز، احیای طبیعت و آغاز موسم کشت و کار بهاری تجلیل کرده می شود. نوروز روزی نو است که به مردم روزی نو می آورد. در این روزی فرخنده آدمان لباسهای نو پوشیده به کودکان هر گونه تحفه ها می دهند. نوروز زیباترین، والاترین، گرانبهاترین، مقدسترین و بزرگترین شناسنامه است که در آن صدای قلب هر یک شخص عکس یافته است. نسیم فارم نوروز از تل و پشته به گوش و سبزه نو دمیده ترانه شادی می سراید. جهان به پیشواز بزرگترین، بهترین، زیباترین، خرمترین فصل خود بهاری نازنین از گل و سیبرگه، لاله و ریحان پایانداز می گذارد. در تمام محلهای کشورمان جشن نوروز ادامه دارد. ما از تنتنه های نوروزی ناحیه آهنگران ولایت تاشکند به شما حکایه می نماییم. نمایش لباس های ملی، طعام های ملی و نوروزی، دستاوردهای هنرمندان و مرز تماشا گذاشته شده است. ترانه و رقص های ملی هر یک ملت مسکونی وطنمان به دل شوق و ذوق تازه می بخشد. Навруз – это такой праздник, когда в природе все оживает, все цветет, радуется душа, радуемся все мы. У нас Узбекистан – это многонациональное государство. И у нас в Узбекистане проживает очень много национальностей. Мы, корейцы, проживаем в Узбекистане уже 80 лет. Навруз – это праздник для всех. И для корейцев, и для татаров, и для киргизов. Кто только у нас не проживает. Все мы одна дружная семья. Поэтому я сегодня хочу поздравить всех людей, которые отмечают праздник Навруз. Пожелать всем крепкого здоровья, чтобы у всех в семье было благополучие, изобилие в семье, радость. И, конечно, чтобы все люди, мы вместе радовались этому празднику. Elimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Mana o'shinchalik joy qilib, hammasini chaqirib, праздник qilib o'tiribdi. Rahmat. Mana biz Жаңабазар rayonidan keldik. Kampirlar, ajelar to'ba. Aynalayın aziz, qizdir istin ko'rigin, ating malim barchaga eling uchun sharshama. Buyuk bo'lsin mereying, budan bo'lak ne deyin. Beleslerden asaber, daim alga basaber. Allahu akbar. Узбекистан наш общий дом. در ناحیه آهنگران ولایت تاشکند که ملت‌های گوناگون تا امروز دوست و برادر و برابر امور به سر میبرند، نوروز را با حسن و تراوت دلنشین پیشواز میگیرند. رغبت زیاده به عنعنه‌ها، جشن‌ها و مراسم‌های ملی داشتن مردممان نشانه تاریخ طولانی داشتن و از مدنیت والاییمان گواهی می‌دهد. نوروز مبارک. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد. نوروزی ولایتی تشکیل شده است. ما هم در این بیرام تشریف کردیم و بسیار خرسند هستیم برای که همه ولایتایی که در تاشکند هستند اینجا جمع هستند و خوش و خرسندی را برنامه دارند. من حاضر در همه جا موسیقی و شعرهایی درباره بهار صدا می‌دهد. من با ممنونیت همه شما را با بیرمی نوروز، با فصل بهار مبارکباد دارم و نیتی خود را به شما گفتنی هستم که مملکت هم یعنی جمهوری ازبکستان از این هم بسیار زیباتر شود و مستقلی خود را بسیار بردوام دهد. من
برای وطن خود، برای خلق خود دائم در خدمت هستم و حرکت میکنم که از این بعد هم برای خودم و برای وطنم کار کرده برای آن خدمت میکنم. نوروز را همه با آرزو امید، خرسندی و شادمانی جشن میگیرند. آواز خوش حافظان دل همه خرد و کلان را به جنبش آورده، ذوق کیفیت بهاری را به دل هر یک کس جای می کند. از رقص و بازی آدمان یک عالم شادمانی، خوشنودی را حس کردن ممکن است. برابر سفت و سرود بازی های ملی نوروزی از قبیل ریسمان کشی، گوشتینگیری و غیره ها برگزار می گردد. بازی های مذکور نوبت به نوبت اجرا کرده شده غالبان سزاوار تحفه های نوروزی می گردند. در دیارمان امروزها فیض و تراوت نوروز ادامه دارد و کیفیت بهاری در چهره هر یک مردم هویداست. خلقمان نوروز را چون افادی جاودانی حیات، قدرت بی‌مثل و سخاوت به حد طبیعت، غرور و افتخار ملی، عرف و عادت و عنعنه‌های قدیمی دیار خود می‌دانند. آسمان مصطفی تینج جنت مکان ازبکستان با نوروز عالم با قدم رنجیده قلت. این ازل از تاریخ ما از بابای آتا میراث بوده. بندبر بیرمی نیک بیرم، طبیعت گزال یک لباس های نو با اینکسا ضعیف های ما اطلس و ادرس ها با خانه تقلش کرده سوچی با کلینکیا با تویا با نیت میکردگی گذاشتگین بابای مامای زیارت میکردگی مهر محبت هم دیگر با یک نغزی کردن هم دیگر با مهر محبتی شدن. کلام بیرم ما یک بار بیرم مبارک شد. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بدن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. اینجا با حاضر هم تاجیکا هم قزاق چند ملت هم ما یک تا آدم یک تا الان جنت مکان فرزند ازبکستان همیشه چرا بیرام های کردیم الان زلم بیرام های مستقل بیرام های 100 سالگی 1000 سالگی جدن این فرزند های ما با الان اولاد های ما با نصیب روزگاری با یک بار بیرام تا مبارک شود. عید نوروز در جمهوری ما با شکوه خاصه برگزار می گردد و روزی فرارسیدن آن تعطیل رسمی اعلان گردیده است. در این کشور نوروز را جشن دوستی ملت ها هم نیز می نامند. نوروز این سنت مردمی ارزنده ترین و گرانبهاترین میراثی نیاگان ماست. با مرور زمان این سنت مردمی باز هم رنگین شده است، به طوری بیش از پیش پرجلا و محتشم می گردد. نوروز جشن دوستی، جشن مهر و سخاوت است. نوروز تا مبارک شود همه ها. ما ناحیه چیناز محله تان یلوزه من عید نوروز با اومدیم اینجا به همه ملت ها من شادی کرده نوروز گذرون سادیم. باید نوروز مبارک شود به همه شما. این روز طبیعت گلها شکفته بهار آمده است. بهار مبارک شود هماتان به نوروزتان مبارک شود. باز این چه زیبایی است زمین را و زمان را. نوروز بدل کرد به دل پیر و جوان را. امید از آن می‌بندیم که هر روزمان نوروز باشد و دایم در کشور آبادمان شادی و تنتنه‌ها افزون گردد. یک روز نیک نوروز من همه جا بیرم. من از سمرقند من در تاشکند عظیم اومدیم اشتراک کردیم با قطار صنعتکارای استادها با قطارهای من یاشها جوانها ما خدمت کرده استادیم. من با این جدی هم خرسند هستیم. از نام تحت سمرقندیان از نام استاد صنعتکارها همه دوستان مبارک باد مینماییم. نوروز مبارک باشد. فصلی نو بهار oldu Ketban zimistanlar, dostlar ganimettir. Seyretin gülistanlar, dostlar ganimettir. Seyretin gülistanlar. نوروز خجسته پی در گوشه و کنار مملکتمان
ادامه دارد. او با تمام حشامتش ما را به نکونامی سوی کامیابی ها میبرد و ما میگوییم ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان. در مرکز ولایتمان شهر فرغانه فستیوال بین‌الخلقی جوانان دایر گردید. بعد پذیرایی در پاسگاه‌های مرزی هیئت وکیلان از ولایت‌های اوش، جلال‌آباد و بادکنت قرقیزستان، ولایت سوغد تاجیکستان و ولایت‌های اندیجان و نامنگان در بینای مرکز تدبیرکاران ولایت جمع آمدند. مناسبت دوستی بین خلق‌های تاجیک و ازبک، هر دو خلق تشنه این دوستی، تشنه این دیدار بود. خیلی به عرش اعلا رسید. جامعه جهانی از این تشبس دو ابرمرد سیاست جهانی امروزه در حیرت افتاد که با یک اقدامات نجیب آرمان چندین ساله خلق‌های دو ملت جامعه عمل پوشید و این دو خلقی به همدیگر برادر، به همدیگر دوست، به دیدار همدیگر رسیدند و امروز با یک تشبس خیلی نجیبی ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان، جامعه جوانان سه دولت‌های آسیای مرکزی، جمهوری قرقیزستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان در اینجا برگزار گردیده ایستاده است و هر یکی ما را می‌باید که همچون یک دولت‌های کامل حقوق در سازمان ملل متحد باید متحد باشیم، دستی هم بگیریم و برای ریشه‌کن کردن این ظهورات نامطلوب مبارزه به امان بردگی باشیم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. در این فرارسی فصل بهار، نوروز خجسته، تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم و می‌خواستم که امروزی که ما بودیم، ما هنرمندان البته دوستی ما ابدی خواهد ماند و همیشه می‌خوایم که دوستی ابدی ماند. دیده ها گردد مزین دایم از دیدار دوست، ظلمت دل باد روشن از مه رخسار دوست. گوش ها مشتاش گشته بر سخنهای لذیذ، می نراحت میکند گر بشنود گفتار دوست. ما از مناسبت دوستی و همکاری با جمهوری ازبکستان خیلی منتپذیر هستیم و در خود از مهمان نوازی حقیقی مردم ازبکستان خیلی تأثیراتی نیک گرفتیم. در دایره آمادگی ها به استقبال سزاوار جشن نوروز برگزار گردیدن فستیوال بین المللی جوانان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان یک تکان جدی تحت عنوان آینده را به تروریسم برپا میکنیم برگزار گردیدن خود شهادت آن است که امروز جوانان ما در متحدی چخیلی که بزرگان میگویند زور مشت از وحدت انگشتا آید به دست، از پریشانی جمعیت نگه دارد خدا. باور کنید بسیار سرم به آسمان میرسد که امروز بسیار با شکوه بلند این کنسرت گذشته ایستاده است. این فستیوال هم از نامش معلوم است که مقصد فستیوال چی است. الها دوستی ما ابدی باشد، صلح و وحدت ما ابدی باشد. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه، بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه، بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه. عشقی جوان روان است یارم چرا بی غمی، عشقی جوان روان است یارم چرا بی غمی. مثل بهار و خزان فصل عمری آدمی، فصل عمری آدمی.
مستانه